السلام عليك بجوامع السلام. همه مسلمانان حقیقت مهدی موعود را از طریق روایات خدش ناپذیری که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای دین رسیده است قبول دارند، اما این حقیقت در هیچ جای جهان اسلام مثل محیط زندگی ملت عزیز ما و شیعیان این برجستگی را و این چهره درخشان را و این روح پرتپش و پرامید را ندارد. این از برکات آن است که ما به برکت روایات متواتره خودمون شخص مهدی موعود را با خصوصیاتش میشناسیم.